هلو، به ویدیو جدید من خیلی زیاد خوش اومدید. میخوام با دوستم برم بیرون درس بخونم و حالا یه چیزی که هست اینه که من اصلا تو خونه نمیتونم راحت کار کنم. یعنی نمیتونم تو خونه درس بخونم. فقط تو خونه میتونم کاری طراحی و خیاطی اینا رو انجام بدم. مثلا من نمیتونم چرخیتون برم بیرون بشینم کار کنم. من درس خوندن و اینا دقیقاً برعکس. اصلا نمیتونم تو خونه تمرکز کنم. اصلا راحت نیستم که تو خونه بشینم درس بخونم. همش میگن که خب تو میشه بخوابی، چرا درس میخونی؟ و بر همین اصولا یا توی کتابخونه دارم مثلا درس میخونم کارو انجام میدم، یا توی کافه دارم درس میخونم و کارو انجام میدم و واقعا بهتر میتونم تمرکز کنم. و یه بار داشتم با کی صحبت میکردم و اینجا بود که مثلا رفت آمد آدما توی کافه یا مثلا سر صدا اذیتت نمیکنه و من شکلیم که نه اصلا ابدا. من حتی همیشه که بیشتر مواقع یه گوشم مثلا هندزفری، یه گوشم صدای بیرونه باید و این اصلا من اذیت نمیکنه و خیلی برام کار راحت‌تر میکنه. انگار مثلا میدونم که بعد سریعتر باشم، بعد سریعتر درسم بخونم، بعد کارم انجام بدم و خیلی برام اوکی تره و من واقعا با این موضوع خیلی راحت‌ترم. الان حس کردم که این ور نورش از اون ور خیلی بهتره و من نمیدونم چرا همیشه اون ور ویدیو میگیرم. شاید خودتون پرسید چرا داری اون ور نگاه میکنی و حتی توی اون یکی ویدیو هم باز داشتی اون ور نگاه میکردی. به خاطر اینکه دوربین اینجاست و من خودم رو اینجا میبینم، برای همین این مصطفی که فقط 2 ساعت روش کار شده. واو. چند تیک تاک شروع کنیم. میاره مثلا تکذیب میکنم. این فیزیک بعد این فقط توی منوی تابستون نشون میده. من تا حالا دیدم اینجا نمی‌بینم. خیلی دوباره خب چیزا خب اینو میخوایی تا جمع کنی داری میکنی آب نشده؟ نه اوکی آب بریزم میشه. خب دیروز افتادش نزدیک بودش که مگه من داره میگه من حالا تو کلاس بودم. کلاس 6 ماهه رو توی یه ماه برگزار میکنه. مگه من داره میگه جلوتر نمیدونم که کار انجام بده یا نه. بعد مثلا همه کارام کامل روزه. بعدش میگفتم اگه میخواین نمره کم برید میخوام حتما بکنید که چیز آره یعنی چی استاده چرا باید چیزن اقره‌ای‌ان امیدوارم معلوم میشی. با استادش شروع کنیم که کارمون رو انجام. اسمش چی بود؟ چی؟ این مصطفی بچه مصطفی بچه ها نظر درباره نوشیدنی که خوردیم چی بود؟ خیلی خوشم. من اینو ببین تو زیادی باید باشی. اون برای تو اوکی تر. البته اونم خانومه گفت ترشه، اصلا ترش نبود، خیلی نرمال بود و همشون خوب بودن. ما گشنمون شده، میخوایم بریم یه چیزی بخوریم. چی بخوریم؟ بریم ببینیم چی داره. الو دوباره به روز دوم خیلی خوش اومدید.
امروز هم من ساعت 5:30 که بیدارم، که ساعت 6:30 تا 8:30 اینا کلاس داشتم. اتاقم مرتب کردم و هموم رفتم و اینا. دیگه الان تقریبا ساعت 10:30 ایناست که میخوام صبحونه بخورم. من فکر کنم تو ولاگای قبلی خیلی تو خونه نبودم و همش بیرون بودم، ولی وقتی که خودم تو خونه بعد برای خودم حالا غذا درست کنم، نهار، صبحونه، شام، هر چی که باشه، من همیشه انتخاب اول و آخرم ساندویچ تخم مرغه و تنها چیزی هم که خیلی خوب بلدم درستش کنم همونه. و صبحونه که از بعدای مورد علاقه منه و هر چیزی رو که اسکیپ بکنه هیچ وقت صبحونه نه. حالا امروز هم همون رو قرار بخورم، قرار نیست فعلا تغییر توش ایجاد بکنم و قهوه‌ام آماده میکنه و مهمترین کاری که میذارم انجام بدم خیاطیه. برای همین بعد صبحونه بلافاصله بعد برم کار خیاطیم و همین دیگه صبحونه درست کنیم. که درس میخوندم و قبلم یه ساعت اینا فقط ذهنم آماده کنم برگردم خیاطی بکنم، ولی اینطور بودن که تو که شروع کردی چرا تمامش نمی‌کنی؟ و رفتم اونو دیدم، درس خوندم و همین دیگه. یک آهنگ هم بذارم. خیلی میخواد آهنگای بهتری رو ویدیو یوتیوبم بذارم، خب چون می‌داشتم کپی رایت بخوره این کارو انجام نمیدم و حالا نمیدونم شاید که الان آهنگی که گوشم خودم گوش بدم یه تیکه‌اش توی ویدیو بیفته، امیدوارم که مشکلی به وجود نیاره. و همین من برم چای خیاطی اینا آماده کنم، وسایلام بذارم و لباس رو بدوزم، ببینم که دلم میخواد الان کدوم پلیلیستم رو پلی بکنم و آهنگ گوش بدم. متاسفانه جدیدا برام خیلی سخت شده که تصمیم بگیرم چه آهنگی گوش بدم، چون اگه آهنگ به مودم نخوره انگار مثلا اینطوریم که واو زمانت رو با یک آهنگ بد هدر دادی و این خیلی ناراحتم میکنه. دلم میخواد که اون آهنگ حتما به مودم بخوره و چیزی که تاثیر میذاره روی اینکه اون آهنگی که میخوام گوش بدم انتخاب بکنم، یکی مودیه که توشم، یکی سریال یا فیلمی که اون موقع دارم میبینم. اگه من در حال دیدن یک سریال باشم تمام جهت‌های زندگی من به سمت سریال است، یعنی واقعا همین شکلیه. آهنگایی که گوش میدم، ویدیوهایی که میبینم، ادیتایی که تو تیک میبینم، همه اینا خیلی تاثیر میذاره. سریال مخصوصا سریال، چرا فیلم نه؟ وقتی فیلم یک قسمت، بعضی فیلم‌ها اپیزود میدن، مثلا یه فیلم 20 قسمتی ما نداریم، مثلا فیلم نهایتا مثلا می‌بینی 7 تا 6 تا نمیدونم چند تا 2 تا اپیزود مثلا فیلمه، ولی مثلا سریال میبینی مثلا چند فصل نمیدونم 40 قسمته 20 قسمته. بعد سریالی که در حال پخشن مثلا هر هفته منتظر هفته بعدش که اون قسمت جدید بیاد، یک هفته منتظری. این منتظر بودن برای من خیلی 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 زیاد تاثیرگذاره، خیلی مثلا نگم بعد چه نمی‌دونم چقدر تاثیرگذاره، چقدر من درگیر میشم با اون سریال و درگیر خوب میشم، مثلا من انگیزه میاد درگیر بد نمیشم. و حالا متاسفانه خوشبختانه کاراکترهای مورد علاقه‌ام توی سریال خیلی روی کاراکتر خود من در واقعیت تاثیر میذارن و آخه خب اصولا کاراکتری که انتخاب میکنید دوستشون داشته باشید باشه مشترک بین خودتون و اون پیدا کردید که مثلا از اون خوشتون اومده دیگه. و خب تا یه حدودی مثلا اینجوری که اوکی من شبیه اونم یا مثلا یک بچه اشتراکی داریم، ولی خب مثلا شما قرار نیست که کپی 100% اون باشید و اصولا یه سری اخلاق و رفتاری دارن خودش نشون میده که در واقعیت در شما نیست. و متاسفانه خوشبختانه بسیار زیاد تاثیرپذیرم از کاراکترهای سریال مورد، یعنی کاراکتر سریال‌ها و فیلم‌ها. شکلی هم که میرم اون سریال یا فیلمو خیلی برای دوستام تعریف میکنم و خیلی با اونها دربارش صحبت میکنم، با دیتیل، با ادیت، با عکس، همه چی براشون توضیح میدم و خیلی خوشحالم که همچین دوستایی دارم که کامل گوش میدم به این قضیه، چون اگه اونها به من گوش ندن من دیوونه میشم که چجوری خودم خالی کنم درباره این سریال و فیلم خودم حرف میزنم، با کی باید حرف بزنم. و برای همین خیلی خوشحالم دیگه. برای همین انتخاب آهنگ توی وقتی که دارم یک سریالی رو دنبال میکنم خیلی مهمه. حالا اگه چند تا سریال با هم دنبال کنم که قضیه سخت نمیشه، چون نمیدونم بعد وایب کدومش رو انتخاب بکنم که موزیکم رو بر پایه و اساس اون پلی بکنم و گوش بدم. خوبه.
نمیدونم تنوع ولی خیلی 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 زیاد خوش اومدید. من از ساعت 5 صبح که بیدارم خیلی خیلی خستم. صبح کلاس داشتم، الان که ساعت 4 تازه یک کلاس دیگه برگشتم، تون نهار خوردم بخاطر که کلی کارم که بعد انجامشون بدم و چند تا چیزی داشتم توضیح میدادم. اول از اینکه موهای من دقت نکنید بخاطر اینکه بازم نتونستم که خیلی بهشون برسم. میخوام چیزی که انبه درست بکنم بخاطر اینکه انبه میوه مورد علاقه منه و چیز کیک شیرینی مورد علاقه منه و اینطور بودم که چرا که نه. الان میخوام چیز کیک درست بکنم، بهش میشینم به کارم برسم. این بیسکویت همی که از پتی پور استفاده میکنم. من روش کره گیاهی میریزم، کره آب کردم و این دفعه کره رو بیشتر از دفعه قبل میریزم. دفعه قبل کره رو کم ریختم برای اینکه مثلا کالریش رو کمتر کنم و اینا، ولی خیلی بد جایی، مثلا بیسکویتش اصلا نمیچسبید به حالا. فکر کنم حتی این دفعه هم کمه ولی دیگه چاره ای ندارم، همینو میریزم. مایده و چیز کیک هم آوردم که اینجا با هم دیگه بخوریم و از وقتی که اومدم دارم کار میکنم. از وقتی که اومدم فقط نشستم و دارم کارمو انجام میدم و انقدر وسیله به خودم آوردم و انقدر کولم سنگین بود امیدوارم که بتونم به همه کارام برسم و همه کارامو تمامشون بکنم. به غیر از اون توی خونه که بودم نشستم و پلن این هفتم رو نوشتم و برنامه‌ریزی هفتگیمو انجام دادم. الان می‌خوایم که چیز کیک بخوریم و اجازه کارمون رو انجام بدیم و همین. بس یه چیز کیک رو بیارم نشونتون بدم. صبر کنید. ظرف خوشگل‌تری درستش بکنم ولی به خاطر اینکه بعد میآوردمش اینجا و یه ظرفی می‌خواستم که خیلی هم بزرگ نباشه خیلی هم کوچیک نباشه، توی ظرف درستش کردم. اگه شیشه بود خیلی قشنگ‌تر بود مسلماً، ولی خب چه این و من دیگه روش ژله نریختم و همون فقط اون حالت خامه بین چیز کیک رو گذاشتم با بیسکویت پتی بور و همین. به شکر همیشه عسل میریزم به خاطر اینکه من عسل خیلی بیشتر شکر دوست دارم، مثلا شکر دوست ندارم. همین که فکر می‌کنم که عسل خب سالم‌تره نسبت به شکر. و آره الان مایده میاد که چیز کیک خوشمزه من رو با چای بخوریم و ازش رو هم می‌پرسیم که ببینیم آیا دستپخت من چطوریه. بابا داریم فیلم می‌بینیم کروئلا، من قبلا دیدم و الان می‌خوام با مایده ببینم. خیلی خوبه. جدی مزه انبه میده؟ کلا انبه انگار داریم خیلی عالی شده. مرسی. Here we roll. Well, that wasn't much. Hi, I'm Anita.